اگه یاد بگیری اینجوری که من بهت میگم مرغ درست کنی، عمرن دیگه سراغ روش دیگه ای بری. با من همراه باش. هر قسمت از مرغ رو که خودت دوست داری تیکه تیکه کن. نوشابه‌ت رو بریز توی یک پارچ یا ظرف و جدا بذار. حالا مرغ‌هات رو داخل بطری که قسمت بالایش رو بریدی بچین و بعد اینکه چیدی سر بطری رو به دورش چسب بزن. نوشابه رو آروم آروم بهش اضافه کن و اجازه بده تا 1 ساعت حسابی نوشابه به خورد موادت بره و مرغت رو خوش‌طعم کنه. حالا بعد 1 ساعت چسبش رو باز کن و مرغ‌ها رو داخل مایع‌تابت قرار بده. این غذای قسمت اصلی داره که سسشه. برای درست کردن سسش از سس کچاپ، رب انار، 1 مقدار به دلخواه البته، عسل، لایکی